بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای آغاز میکنم که نامش بهترین و زیباترین نام هاست، کلامش برترین و شیواترین کلام هاست، یادش هم آرام بخش دل هاست. سلام و درود میفرستم بر حبیبش و سفیرش که رسول گل هاست، که رحمت به جان هاست، که محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفس های دوست داشتنی یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. خیلی ممنونم که اینجا هستین. از برنامه گذشته، برنامه ما هم یاد خدا درش جریان داره، هم یاد حبیب خدا حضرت رحمتا للعالمین محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، و داریم تورق میکنیم، مرور میکنیم اثر گرانقدر حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو که کتاب شریفشون به نام سنن النبی هست. کارشناس و بلد راهمون هم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای اکبریان عزیز هستن که این نوبت هم قدم به چشم حقیر گذاشتن. آقا سلام عرض کردم، خیلی خوش آمد. علیکم السلام و رحمت الله. مخلص. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. عرض سلام خدمت شما علیکم السلام و همه بینندگان عزیز و شریف برنامه یاد خدا. انشالله که زندگی سراسر نور پیغمبر معظم اسلام سرمشق و الگو برای هممون باشه و انشالله زندگی هامون رنگ و بوی پیغمبر رو بگیره. الهی آمین. به برکت دعای شما و رهنمودهای شما و مثل شما انشالله. یه چکیده یه دقیقه‌ای دوستان آماده کردن ببینیم با هم از برنامه گذشته. بفرمایید. بله، همونطور که ملاحظه فرمودید ما برخی از ویژگی ها و مختصات زندگی پیامبر مهربانی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله رو با هم مرور کردیم در محضر حاج اکبریان عزیز با استناد به اثر ماندگار حضرت علامه سنن النبی. باز محضرشون هستیم و سراپا گوشیم. سلامت بشین انشالله. همونطور که ملاحظه فرمودن بینندگان عزیز، ما یه اصولی رو گفتیم تو زندگی هامون باید رعایت بشه به فرموده پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام، که اگر این اصول رو در معاشرت هامون رعایت بکنیم کارمون خیلی جلوتر میفته. خیلی حسن معاشرت که تأکید شده تو زندگی هامون جاری میشه. یکی از اصولی که پیغمبر رعایت میفرمودن و به ما هم تأکید کردن شما رعایت بکنید اینه که ما تو روابطمون با دیگران یک خط مشی واحد داشته باشیم. درست فرمود که حسن خلق خیلی خوبه، حسن خلق با همه عالیه. دیدید بعضیا ثروتمند میبینن بلند میشن، خدا نکرده آدم فقیر میبینن بی احترامی میکنن. ما تو این قضیه میدونید آیه داریم دیگه، عبس و تولا ان جاءه الاعمی، یعنی اینکه اینقدر زشت و قبیح این کار. هم آیه داریم هم روایات زیادی داریم. روایات هم که فراوان. اگر حسن خلق با همه سوای از موقعیت ها، شرایط مختلف زندگی، جایگاه ها و مناسب، این خوش اخلاقی و رفتار مناسب با همه به صورت یکسان کسی بتونه این رو داشته باشه، اصل اساسی معاشرت رو یاد گرفته. ما خیلی وقتا حسن خلق رو درباره کسی داریم که کارمون پیشش گیره، از قبل او یه منفعتی به ما شاید برسه یا حتی دوستش داریم یا دوستش داریم. بعضی رو ممکنه آدم ارتباطی نداشته باشه و لذت دوستش هم نداره، اما گفتن که نه، شما یه اصل رو برای خودتون قرار بدید، حسن خلق با همه. البته این جدا میشه از کفار و منافقین و که اشداء علی الکفار، اون دیگه متفاوته. اما با مؤمنین و دوستان و بالاخره همکیشان و اینها این اصل باید رعایت بشه. تو همین کتاب شریف هست فرمود فکان یقول، پیغمبر عزیز ما همیشه دعا میکردن فی دعائه اللهم حسن خلقی، با اون عظمت اخلاقی باز میفرماد همیشه پیغمبر دعا میکردن خدایا حسن خلقی، به من حسن خلق عطا کن، من خوش اخلاق بمونم، خوش اخلاق باشم.
یه دعا داریم میفرماید که وقتی تو آینه نگاه میکنید اینجوری بگید اللهم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. خدایا همون جور که من رو زیبا آفریدی اخلاقم هم زیبا قرار بده. بعضیا خلقشون زیباست خلقشون نازیبا، یعنی چهرتن خوبن اما اخلاقشون زشته، اخلاقشون قشنگ نیست، خوب نیست. میگه دعا کن بگو خدایا همون جوری که چهرم رو زیبا قرار دادی ما زیباروی بد اخلاق کم نداریم، اخلاقم هم زیبا قرار بده، حسن خلق و حسن معاشرت به هم بده. یه کسی از این اعراب بادیه نشین اومد محضر پیغمبر. خب پیغمبر مجلسشون با مردم بود، نشست و برخاستشون با مردم بود، بین مردم بودن دیگه. حالا یه عده‌ای دور پیغمبر رو گرفتن، این عرب بادیه نشینم اومده تازه رسیده کارم داره زیادم آگاه نیست به روابط و ضوابط، اومده میگه یا رسول الله یا رسول الله. دور پیغمبر رو گرفتن، یکی دو بار که گفت چنان عبای پیغمبر رو کشید گردن آقا رو مجروح کرد. عجب. چنان کشید. بعد اطرافیان همه گفتن چیکار میکنی؟ اومدن حمله بکن. آقا فرمود کارت چیه؟ اصلا انگار نه انگار چنین اتفاقی رخ داده. خب به این میگه مکارم اخلاق دیگه. یه موقع شما با کسی مشکلی نداری باهاش خوش اخلاقی، میگن که خب اخلاقش خوبه. یه موقعی فرمود شما مکارم اخلاق رو میاری وسط، از محاسن اخلاق بالاتره. کسی که بهت بدی کرده بهش خوبی کنین دیگه اوجه دیگه، اوجشه مکارم اخلاق. بله. فرمود که ماها اینجوری ما اهل بیت خدا به همون این رو عطا فرموده، کسانی که به ما بد میکنن ما بهشون خوبی میکنیم. لذا پیغمبر حسن خلقشون اینطور دامنه دار بود، نه با کسی که فقط باهاشون نزدیک بودن صمیمی بودن، خیر، حتی کسی که اینجوری پیغمبر رو آزرد باز او هم از رحمت پیغمبر بهره برد. اصلا کسی که بهت خوبی کنه تو در جوابش خوبی کنی که هنری نکردی. بله. هنر اون موقعیه که تو به کسی بدی کنه در راستای روش زندگی پیامبر و اهل بیت تو بهش خوبی کنی. واقعا این زندگی هنرمندان است. اگر کسی بتونه، و سخته، بسیار سخته، کسی بتونه تو زندگی خودش پیاده بکنه. یکی از شاگردای مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه ایشون فرمود که من سعی میکردم ملازم باشم با آقا، نمازهای مغرب اگر میشد میرفتم اقتدا میکردم، بعد از محضرشون استفاده میکردم. یه شبی حرکت کردم بیام، ایستادم کنار خیابون که ماشین بیاد سوار بشم. یه ماشینی اومد، یه گودالی بود توش پر آب بود، پول آب و گل بود. همین که رد شد تمام اینها پاشید به لباس منم ناراحت شدم. برگشتم بهش گفتم مگه چشم نداری؟ مگه نمیبینی؟ این چه طرز رانندگی؟ شروع کردم به داد و بیداد کردن و بهش گفتم آقا شعورت کجاست؟ تو عصبانیت یه حرفایی زد دیگه. گذشت و خلاصه قضیه تمام شد. ما هم اومدیم نماز رو خوندیم. بعد از نماز آیت الله العظمی بهاءالدینی نماز رو که خوندن نشستن، بالاخره شروع کردن به صحبت کردن. مباحثشون رو که مطرح میکردن، لابلای صحبت ها بدون مقدمه، بدون اشاره، بدون که چیزی بدونن، دیدم آقا میفرماید که برای ما زشته که اینجوری با مردم برخورد کنیم. ممکنه یه کسی اشتباهی ازش سر بزنه. اگر راننده تاکسی، راننده ماشین اشتباهی کرد، لباس ما کثیف شد، ما حق نداریم بهش جسارت بکنیم بدون اینکه ایشون خبر داشته باشه. ما حق جسارت به کسی نداریم. آقا باید با مردم مدارا کرد، باید با مردم ساخت، باید با مردم مدارا کرد. ما نمیتونیم سر هر قضیه‌ای با هم دیگه دعوا کنیم. حسن خلق بخش عمدهش اونجاییه که تنش ایجاد میشه و باید مدارا کنیم. بله، غیر تنش که اوضاع آرام و بالاخره مشکلی نیست. تنش ها که پیش میاد، اون کسی که کنترل دستشه، توان اداره روحیاتشو،
تمایلاتش و حرفهاش و رفتار و افعالش رو داره دستشه و خوب مدیریت میکنه فضا رو، این شخص انسان هنرمندیه، واقعا هنرمنده. کسی بتونه تو ارتباطاتش اینجوری رفتار بکنه دیگران رو، اگر کسی اینجوری باشه واقعا جذب دین میکنه. همینطوره. یکی از جذابیت‌های دین خوش اخلاقیه. الانم باب شده کسایی که میخوان جوانها رو جذب بکنن به مسیر اشتباهشون، با خنده و لبخند و خوش اخلاقی و ما خوبیم و اصل اینا مال دین اسلامه. پیغمبر ما در اوج اینها بوده. ما زیبایی های اخلاقی پیغمبر رو وقتی میخونیم، حالا یه سری چیزا مختص پیغمبره، میگیم اون مقام خاصیه، ولی خیلی از خصوصیات اخلاقی پیغمبر قابل پیروی کردنه. درسته که ما بگیم اهل بیت، بعد از اهل بیت ببخشید یه اهل بیت ویترینی بسازیم. ویترین جاییه که فروشنده زیباترین چیزاشو قرار میده. بله. مشتری بهش دست نمیتونه بزنه اما میتونه نگاه کنه، لذت ببره. خدا نکنه که ما اهل بیت رو ویترینی کنیم، بگیم یا رسول الله زندگی شما زیباست، شما اخلاقتون خوب بود، شما اینجوری بودید اونجوری بودید، ولی ما به شما نزدیک نمیشیم، ما کاری به شما نداریم. همونطور که جلسه اول عرض کردیم امیرالمومنین فرمود فتعصب نبیک الاطیب الاطهر، تأسی کن. پیغمبر اسوه است، اومده شما یاد بگیری. خدا یه نمونه قرار داده تو این عالم، شما فرصت زندگیت کوتاهه، این فرصت کوتاه زندگیت رو به آزمون و خطا نگذرون. یه نمونه در این عالم هست بی بدیل، ازش تبعیت کن، انشالله به خوشبختی و آرامش برسی. انشالله. اصلا به نظر من کسی خودش رو مسلمان معرفی بکنه توی این دنیا اما هیچ شباهتی به روش زندگی پیامبر و اهل بیت نداشته باشه، چه بسا ضربه هم داره میزنه به اسلام. چون همه اون رو به عنوان مثل ضربه‌ای که مثلا الان داعش با این روش مسلمانیش مثلا میخواسته بزنه که الحمدلله بس جمع شد، حالا اون در نقطه اوجش، در نقطه کمش هم هر کسی به نظرم اگر مسلمان باشه و درست، امام صادق توصیه فرمودن یا یه جوری مسلمان و شیعگی کنید که واسه سربلندی و افتخار ما باشید، نه بالعکسش. ان شاء الله خدا توفیق بده هممون در این مسیر باشیم. اونجایی هم که فرمودید اللهم حسن خلقی، درسته؟ راجع به خلق و خلق صحبت کردین مقابل آینه، من یاد اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله افتادم، حضرت علی اکبر سلام الله علیه. یه صلوات به محضرشون تقدیم بکنیم، بریم یه بخش رو ببینیم، برگردیم ادامه گفتگو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله رب العالمین که ما مسلمانیم، پیامبر ما حضرت سید الانبیا است و دینی که ما بهش متبرک هستیم میره که انشاءالله جهان رو در بر بگیره. فقط خدا کنه که ما باشیم و روزهای قشنگ رو هم ببینیم که پرچم اسلام در همه جای دنیا به اهتزاز در میاد به دستان مبارک حضرت خاتم الاوصیا مهدی موعود ارواحنا له الفدا انشاءالله. بسم الله. ممنونم. این اشاره‌ای که فرمودید انشاءالله یه مقدماتی هم داره که به حمدالله با این پیروزی هایی که اتفاق افتاده در جبهه مقاومت و به هر صورت انشاءالله به فتح بابی باشه، مقدماتی باشه برای از بین رفتن این انسانهای فاسق و حکومتهای فاجر. انشاءالله اون امر خدا در عالم فراگیر بشه و دین خدا انشاءالله جهانگیر بشه و فضا مهیا بشه برای ظهور آقا امام زمان. این اتفاقات هم اتفاقات مبارکیه، خبرهای خوشی که در این ایام رسیده و انشاءالله ادامه دار باشه. الحمدلله انشاءالله. همین چیزایی هم که ما داریم مرور میکنیم خودش میتونه کاتالیزور باشه، یعنی هر چقدر ما شبیه تر باشیم در مسلمانی و شیعگیمون درس پس میدم به رسول الله به اهل بیت، به نظرم میتونیم نزدیک کنیم. گفت امام زمان آمدنی نیست آوردنی است. همین چیزا باعث میشه که ایشان ترغیب کنیم.
خب برگردیم به بحثمون. در قسمت 224 این کتاب شریف این روایت از پیغمبر هست. فرمود حضرتشون فرمودن امرنی ربی به 7 خصال. خدای من را امر کردن که 7 خصلت رو باید داشته باشم. در همون بحث ارتباط با مردم و زندگی اجتماعی، این برمیگرده به همین بحث. بسیار. فرمود 7 خصلت که خدای متعال من رو بهش امر کرد. فرمود حب المساکین و دنو منهم. اولین چیزی که خدا من رو بهش دستور داده اینه که مساکین رو، اینهایی که یه قدری ضعیف هستن از جهت مالی، از جهت اجتماعی، اینا رو دوست داشته باشم و خودم رو به اینها نزدیک بکنم. و دنو یعنی نزدیک شدن به اینها. پیغمبر خودش رو به کسانی که ضعیف بودن نزدیک میکرد و این مایه مباهات پیغمبر بود، نه اینکه بگه شأن اجتماعی من میاد پایین. هر کسی حق نداره بیاد پیش پیغمبر باید یه کسای خاصی بیان پیشش. نه، فرمود خدا من رو امر کرد که مساکین رو دوست داشته باشم و من برم پیششون، خودم رو نزدیک بکنم به اونها. بعد فرمود و ان اکثر من لا حول ولا قوة الا بالله. خدا به من دستور داد، امر کرد این ذکر رو زیاد بگو به پیغمبر ما. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هر نیرویی تو این عالم باشه بالاتر از نیروی خدا که نیست. هیچ قدرتی، هیچ توانی، هیچ قوتی بالاتر از قدرت الهی نیست. از هیچ کس نترس. تو مسیر درست رو انتخاب کن، حرکت کن، پیش برو و از هیچ چیز نترس. لا حول ولا قوة الا بالله. بعد فرمود و ان اصل به رحمی و ان قطعنی. دستور داد، خداوند متعال فرمود من رو دستور داد که من صله رحم انجام بدم هر چند ارحامم با من قطع ارتباط کرده باشم. ارتباطم رو من حفظ بکنم. شده ببینید الان صله رحم شده با یک پیامک و با یک تماس هم که شده نگذاریم ارتباطمون قطع بشه. ممکنه تو شرایط امروز ما فاصله بینمون باشه، یکی یه شهر باشه، یکی یه منطقه دیگه باشه. نگذاریم ارتباط ها از بین بره. نگذاریم که دلخوری پیش بیاد بگیم خب فلانی ما رو یادش رفت. یه مقدار دور و برمون شلوغ هست، بله. یه مقدار گرفتاری هامون زیاد هست، اما پیغمبر فرمود خدا این دستور داده که نذار این ارتباط قطع بشه. مخصوصا بزرگترای فامیل، مخصوصا اونایی که نگاه توجه بهشون هست، نذارن این ارتباط ها از بین بره. دیدید بعضیا با بزرگتری خودشون میتونن یه فامیل رو نگه دارن. همینطوره. این دستور خداست. حالا شخصی یه وظیفه ما داریم که ما ارتباطمون رو قطع نکنیم. بزرگترام یه وظیفه دارن که رکن خانواده باشن، عمود خیمه خانواده باشن، فامیل رو نگه دارن. حالا به هر مناسبتی، به هر اتفاقی که میشه، خانواده متلاشی نشه، از هم نپاشه، این صله رحم، این اتصاله برقرار باشه. بعد فرمود و ان انظر الی من هو اسفل منی. خدا من رو دستور داده، فرموده نگاهت همیشه به پایین باشه، به کسایی که از تو پایین ترن، از جهت مالی ضعیف ترن. ولا انظر من هو فوقی. خدا میفرماد نگاهت به بالا دست نباشه، به بالاتر نباشه، کسی که از تو توان مالیش مثلا بیشتره. اگر نگاه اینجوری باشه همش ما باید یه مسیر رو بریم که نمیرسیم. یکی از آفات فضای مجازی امروز اینه. بله. ماها چیزهایی رو میبینیم به ما نشون میدن که اولا انتخاب شده است، یعنی با برنامه ریزی این اتفاق داره میفته. ثانیاً ماها که نباید خودمون رو شبیه دیگران کنیم، که هر کسی مختصات زندگی خودش رو داره. بله بله. هر کسی جایگاه اجتماعی خودش رو داره. این دستوری که خدا به پیغمبرش داده، فرمود که تو اگر نگاهت مدام به کسی باشه که از تو جلوتره، این باعث میشه که سرخورده بشی، افسردگی بگیری، بگی آقا من توانم کمه، من عقب موندم. این میگم آفاتیه که امروز درگیرش هستیم. که زندگی هامون رو
میایم میذاریم کنار کسایی که حالا مشخص هم نیست که ساختگی واقعیه و خیلی از موارد میبینیم این یه نمایشیه، پشت صحنه این نمایش واقعیت چیز دیگه است. همینطور به شما همه زندگیش رو که نشون نمیده. دقیقاً. این بخش از زندگی رو که شما میبینی و خودت رو میخوای شبیه این شخص بکنی، حالا این جریان بکنی، این باعث میشه که تو خدا نکرده اون حس عقب موندگی و افسردگی بیاد سراغت. این باعث میشه ما ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودمون قیاس کنیم که یک قیاس کاملا اشتباهه. بله، باطن زندگی ها رو که کسی نمیدونه و ما هم تو این فضا اصلا نمیتونیم بفهمیم. اگر این نگاه دیگه مدل زندگیه، فرض میخوای راحت باشی، میخوای راحت زندگی کنی، سر تو زندگی خودت باشی. شما برای خودت یک شرایطی رو معلوم بکن، یه نقطه‌ای رو قرار بده، به سمت اون نقطه حرکت بکن. ممکنه یه موقعی حرکتت آهسته بشه، ممکنه یه موقعی از حرکت بایستی، اما اون نقطه رو وقتی مشخص داری دیگه افسردگی نمیگیری لااقل. اما اگر نقطه‌ای که برات مشخص میکنن زندگی دیگران، نمیدونم بالاتر پایینتر بودن و اینها بیاد تو فکرت و مبنای فکریت، این باعث آسیب میشه. فرمود خدا من رو امر کرده که نگاه هم این چنینی باشه. حالا این فضای مجازی با خیلی از ما کاری کرده که نه فقط زندگی سرمون تو زندگی خودمون نیست، بلکه فقط سرمون تو زندگی دیگرانه. یعنی هی انشالله دور باشه از هم. آره، خیلی بده. اگر ما حواسمون پرت دیگران بشه از خودمون میمونیم، غافل میشیم و همه شیطان هم همینه. دقیقاً هم دستور دین هم همینه، میگه آقا فقط حواست به خودت باشه. اصلا نگاه نکن به دیگران ممکنه خیلی کار انجام بدن. چرا؟ تو واجبات و امر معروف و اینا خب ما دستورات داریم که به دیگران توجه کن، اما تو شرایط عادی زندگی، توی رفتارهای روزانه و یومیه حواست به کار خودت باشه. اهداف خودت رو دنبال بکن. اولا هدف درست قرار بده، ثانیاً برو هدف رو دنبال کن. دنبال اهداف دیگران نباش. او برای زندگی خودش ممکنه یه هدف دیگه قرار داده باشه. ببین من درست میگم آقا، یعنی ماها باید توی خوبی ها، توی علوم، توی معارف، توی اخلاق به بهتر از خودمون، به بالاتر از خودمون نگاه به بالا باشه، اما تو بدی ها، تو مادیات، تو چیزهای زمینی و اینها نگاه به پایین باشه. بله، هرچند که تفکیک بین این، یعنی مثلا مادیات که بد نیست، حالا میگیم که تو صفات رذیله و اینا، چون فرمودین که اگر ما بیفتیم دنبال هی جمع‌آوری پول و اینا، یه تسلسل باطله، به انتهایی نداره که. آره، تو اسلام قناعت بیشتر توصیه شده. مدام باید این فکر رو در وجود خودمون، یعنی به خودمون تذکر بدیم، یادآوری بکنیم که آقا قرار نیست ما شبیه دیگران بشیم. قرار نیست زندگی ما زندگی دیگران بشه. این حدیث رو تمام بکنیم. بعد فرمود و ان لا یأخذنی فی الله لومة لائم. خدا من رو امر کرده که در راه خدا حرف دیگران، سرزنش دیگران برام اهمیتی نداشته باشه. این خیلی مهمه. بله. اگر مسیرت درسته، سرزنشت میکنن، تحقیرت میکنن، هیچ ابایی نداشته باش، راهتو محکم پیش برو. این دستور خداست به پیغمبرش. بعد فرمود و ان اقول الحق و ان کان مرا. خدا من رو دستور داده حق رو بگم، هرچند به مذاق بعضیا تلخ بیاد. حرف حق رو بزنم، هرچند یه عده خوششون نیاد، برای خودم برای دیگران تلخ باشه، اما حق. این دستور خداست. و آخرین مورد فرمود و ان لا اسأل احدا شیئا. دست نیاز به سمت کسی دراز نکنم. خدا به من امر فرموده. البته ببینید ما بی‌نیاز از مردم نیستیم. ما خدا اصلا اینجوری قرار داده که ماها کارامون به هم گره میخوره. بالاخره یه روزی من به شما نیاز دارم، متقابل اتفاق میفته. اما پیغمبر فرمود دست نیاز دراز کردن سمت مردم این اشتباهه. از اون بالایی بخوا، نگاهت به دست مردم نباشه. خدای متعاله که همه گره ها رو باز میکنه. انشالله خدا نظر لطف و عنایتش